عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. خیلی خوش اومدید. این جلسه 428 هست که در خدمتتون هستیم از آکادمی تاجر بورس. بنده فغانی هستم. امشب در خدمتتون هستیم با وضعیت بازار و نمادهای شما عزیزان. خب قبل از اینکه وضعیت بازار رو با هم بررسی کنیم خدمت دوستان عارض هستم که ثبت نام دوره 20م پرایس اکشن در بورس ایران لینکش باز هست در سایت و عزیزانی که تمایل دارن میتونن در این دوره به صورت آنلاین با ما باشن. لینک ثبت نام در میشه گفت که صفحه اصلی سایت قرار گرفته. 0 تا 100 کامل پرایس اکشن رو توضیح خواهیم داد. به صورت آنلاین هستش و میشه گفت که فیلم جلسات هم در سایت قرار خواهد گرفت و 1 ماه هم تیکت کار با مربی رو دارید و میشه گفت که از هفته دیگه هم برگزار خواهد شد. ظرفیت باقی مانده میشه گفت که فعلا 9 نفر هست که ظرفیت اصلی 15 نفر هستش و عزیزانی که تمایل دارن برای شرکت در این دوره از این لینک یعنی سایت tajerboost.com میتونن از این لینک ثبت نامشون رو داشته باشن و در دوره با ما همراه باشن که مطالب فوق‌العاده مهمی رو در رابطه با پرایس اکشن کامل توضیح خواهیم داد. اما بریم سراغ بازار ببینیم که وضعیت بازار امروز به چه صورت بوده. با شاخص کل شروع می‌کنیم. ببینیم که وضعیت شاخص کل امروز به کجا رسیده. خب در شاخص کل امروز ما شاهد بازاری منفی بودیم، ولی خب میبینیم که از نیمه دوم یه مقدار حال بازار بهتر میشه و کندل عرضم حضور شما که در 1/3 بالا بسته میشه و حجم معاملات هم بالا میاد. خب فعلا ما میشه گفت که در محدوده عرضم حضورتون که یه لحظه من اینجا میکروفون ها رو چک کنم. خب ما در محدوده این سطح داینامیکی فعلا هستیم، زیر این محدوده سطح داینامیکی هستیم و واکنش ها یعنی در این دو کندل در محدوده این سطح تنش میشه گفت که معنادار بوده. اما خب امروز که با فشار فروش شروع کردیم، همونطور که انتظار داشتیم فشار فروش رو ببینیم اول وقت و حالا از نیمه دومی مقدار حالش بهتر بشه، میشه گفت که با این شادویی که توی این ناحیه ساخته و کندل در 1/3 بالا بسته شده، انتظار میره که حالا حرکت بعدی حالا برای کندل بعد در شاخص کل ما شاهد بازاری درجا با بادی مثبت کم باشیم. نکته‌ای که اینجا الان هست اینه که توی این محدوده‌ای که حالا میشه گفت که کارکشنی که الان اینجا داریم، برگشتی که اتفاق افتاده در شاخص کل، کارکشن ضعیفی رو داریم توی این قسمت، برگشت ضعیفی رو توی این قسمت الان داریم. خب این میشه گفت که فعلا خوب هست و حالا زیر این امیدوارم که زیر این محدوده ترین لاین ما میشه گفت که نمونه و حالا بالاتر از این ناحیه کلوز رو بده و اگر این اتفاق بیفته میتونه مقدار لگ رو به سمت بالا طی بکنه که حالا تارگت بعدش توی 1,470,000 میفته. یعنی اگر این ترین لاین ما رو رد بکنه، کلوز بالاتر از این سوینگ اتفاق بیفته، با احتمال بالا خودش رو حالا مقدار لگ رو به سمت بالا و تا 1,470,000 بکشونه. بیشتری نمی‌کنیم، ولی خب به هر حال میشه گفت که چیزی که داریم میبینیم ضعف در این کارکشن هست، ضعف در برگشتش اتفاق افتاده در شاخص کل و عرضم حضور شما حالا یه مقدار 60 هم اوضاعش بد شد و حالا دارم در مورد 60 صحبت میکنم. میشه گفت که نماد تاثیرگذار، خیلی تاثیرگذاری توی بازار هستش که خدمت شما که عرض شود
میتونه خب تاثیر زیادی روی بازار بذاره و به همین خاطر یه مقدار حالش بد شد آخر وقت و کندلش هم که پایین بسته شد. حالا میریم بررسی رو داریم برای 60 تا، ولی با انصاف میشه گفت که برای کندل بعد احتمال میدیم که در شاخص کل بازاری درجا با بادی مثبت کم باشیم، شاهدش باشیم و حالا تو کندل بعدش باید مشخص بشه. اگر هم که بخواد بادی رو تو منفی حالا درجا نگه داره که یه مقدار باز میشه گفت که اوضاعش بد بشه و بخواد بد بشه، که منظورم اینه که یعنی ادامه کارکشن رو بخواد بزنه. فعلا کندل در 1/3 بالا بسته شده که توی این قسمت انتظار میره که کندل بعد بخواد حالا حداقل درجا رو داشته باشه، یعنی به این صورت هستش. و در میشه گفت که هفتگی که بعد میشه گفت که این کندل میتونه مثبت بسته بشه، چون این کندلی بوده که حالا وزن بازار رو عوض کرده و میشه گفت که حالا توی یه کارکشن عمیقی توی این قسمت برده که فعلا در 50% این لگ هستیم. خدمت شما که عرض شود، پس شرایطی که در شاخص کل داریم به این صورت بوده. اما هموزن رو با هم ببینیم که شاخص هموزن به کجا رسیده و عرضم حضور شما که ببینیم این سمت بازار در شاخص هموزن چه خبر بوده. خب در شاخص هموزن میشه گفت که امروز ما شاهد بازاری خدمت شما که عرض شود منفی بودیم، ولی خب کندل رو میاره در 1/3 بالا میبنده، تقریبا مثل شاخص کل. و میشه گفت که توی این قسمت ببینید این سطح تنش رو ما داشتیم دیگه، در این سطح تنش رو داشتیم در محدوده این سطح تنش، یعنی با اختلاف خیلی کمی شادو رو اینجا به ما نشون میده و حالا کندل رو در 1/3 بالا میبنده. ولی خب نسبت به کندل قبل ما کلوز رو پایین‌تر داریم. با انصاف انتظار میره که برای کندل بعد هم در شاخص هموزن ما شاهد بازاری اینجا هم در جا باشیم. میتونه بادی مثبت هم داشته باشه که اگه بادی مثبت بگیره در این قسمت میتونه لگ پشت سر رو به سمت بالا پرتاب کنه. و تقریبا لگ پشت سر میشه گفت یه چیزی هلوش 4% هست و با این کندلی که اینجا بالا بسته انتظار بر این هستش که میشه گفت که به این صورت عمل بکنه. خیلی سریع کارکشن رو ضعیف کرده تو این قسمت و این نشون میده که قدرتی که در این لگ ما داریم، حالا توی شاخص کل و شاخص هموزن هم به این صورت داره به ما نشون میده، قدرت خوبی هست در گام و که تونسته میشه گفت که این کندل رو، یعنی وقتی که تو کارکشن اومده و وزن بازار توی این کندل میشه گفت که عوض شده، خوب نگه داره و کندل رو حداقل در 1/3 بالا کلوزش رو نگه داره. پس میشه گفت که تا به اینجای کار توی این کارکشن این برگشت خوب عمل کرده و شرایطی که داریم فعلا در شاخص هموزن به این صورت هستش. اما بریم طلا رو با هم ببینیم و بعد بریم سراغ نمادهای شما عزیزان. در صندوق پشتیبانی طلای لوتوس امروز ما شاهد بازاری منفی شدیدی بودیم و میشه گفت که بذارید ببینم این درسته توی این قسمت یا نه. طبق چیزی که اینجا نشون میده، چرا اینجا اشتباه نشون میده؟ این در ضمن امروز میشه گفت که اگر اشتباه نکنم، بذارید یه مورد رو نگاه کنم. آره امروز ما هرچی نماد توی این رهاورد میزدیم یه نمودار دیگر رو به ما نشون میداد. اینو حواستون باشه، این نکته رو حواستون باشه. حالا نمیدونم مشکل از سایت، احتمال خیلی قوی باگی داره سایتش.
خب در صندوق پشتیبانی طلای لوتوس امروز ما شاهد بازاری درجا بودیم و تقریبا هم کندل در 1/3 بالا بسته شده، ضعیف عمل کرده توی این قسمت و عزیزانی که ریسک پذیر هستن مقداری از معامله در این ناحیه میشه گفت که به صورت لیمیت میتونن بردارن و عرضم حضور شما مابقی حد ضرر دیگه در 81,569 اینجا رعایت بشه و عمده فروشی هم میشه لیمیت مناسب تر هست توی این قسمت که تارگت اولش توی این ناحیه خواهد بود، یعنی تو قیمت 95,235 خواهد بود و احتمال میدم کندل بعد هم درجا باشه که توی این ناحیه میتونه یه عمده فروشی بزرگی باز دوباره ایجاد بکنه. پس حد ضرری که توی این قسمت داره تنگ‌تره و اگر بخواد عمده فروشی بزنه توی این قسمت میشه گفت که بحث ریسک ریوارد رو با هم میزنه و مناسب نخواهد بود و بهتره که اینجا مقداری از معامله لیمیت برداشته بشه برای عزیزانی که میشه گفت که خدمت شما که هست شود ریسک پذیر هستن. در صندوق پشتیبانی طلای لوتوس سکه یک روزه بانک رفاه رو ببینیم که سکه یک روزه بانک رفاه امروز چه کار کرده. خب در سکه یک روزه بانک رفاه امروز ما شاهد بازاری عرضم حضور شما که منفی بودیم. توی این قسمت گفتیم یه برگشت داشته باشه توی این ناحیه که فعلا برگشتش رو به این سطح زده، یه مقدار اینجا قدرتش بالا هست، یعنی توی این کندلی که الان ما داریم میبینیم بادیش میشه گفت که حالا چیزی که داره نشون میده قدرتمند هست نسبت به کندل قبل، یعنی بادی کندل بزرگتر افتاده توی این ناحیه و تقریبا نزدیک به فول بادی هست و اگر کندل بعد رو درجا نگه داره توی این قسمت میتونه از این ناحیه حرکت رو به سمت بالا بکشونه، ولی توی طلا که اومدیم نگاه کردیم بهتر از سکه هست. درسته؟ پس اینا حواستون باشه و حاضر فعلا زیر این محدوده رعایت بشه. بریم سراغ نمادهای شما عزیزان، دوستان در لایو اینستاگرام و دوستان در زوم. اول با زوم شروع میکنیم و بعد سراغ لایو اینستاگرام هم خواهیم رفت. برای عزیزانی که در زوم تشریف دارن بنده خطی رو میذارم که در چت نرم افزار که بعد اون خط دوستان میتونن نمادهاشون رو قرار بدن و باز دوباره یه خطی رو قرار میدیم که تا اون قسمت نمادها مورد قبول هست و بررسی قرار خواهیم داد. فعلا دوستان نمادی رو ارسال نکنید، بذارید من خط رو که گذاشتم بعد اون الان میتونید شروع کنید. خب دوستان دیگه نمادی رو قرار ندن، من اینجا یه کپی بگیرم، خیلی زیاد شد ولی خب باید سریع شروع کنیم که نماد دوستان رو هم نماد دوستانی که در لایو اینستاگرام هستن رو هم مشاهده کنیم بررسی کنیم. خب سه شاهد رو اول با هم ببینیم که نماد سه شاهد، معاملات سه شاهد امروز چه خبر بوده. در معاملات سه شاهد امروز ما شاهد بازاری قفل صف فروش بودیم و میشه گفت که دوباره این کندل وزن رو عوض کرده و خیلی قدرتمند حرکت رو به سمت پایین کشونده. در محدوده این سطح هستیم، اینو مد نظر داشته باشید که اینجا ما یه سطحی رو داریم، یه سوینگ موثر رو داریم تو این قسمت و خدمت شما که باید عرض شود یکی از اون میگن که کپی کردیم روی چت شما، من عذرخواهی میکنم، بذارید من اینجا چون شما تو پریویت به من پیام داده بودید اینجا به این صورت بوده، بفرمایید. خب پس این سطح رو داریم. بهتره که عزیزانی که در سه شاهد هستن زیر این سطح، یعنی تو قیمت 22,797 حد ضرر اینجا رعایت بشه. برای خرید در این نماد دوستان مناسب نیست، فشار فروش خیلی بالا هست در پشت این گام، خیلی ما میشه گفت که قدرتمند هست فعلا این گام نزولی و ضعف رو فعلا به ما نشون نداده و حالا با کلوزی که بخواد زیر این سطح بده
اگر بدهد میتونه مقدار لگ رو به سمت پایین تیک کنه و حقش رو تا این سوینگ برسونه، یعنی تا 15 235 برسونه. پس من اینجا خریدار نیستم و صبر میکنم که اینجا چرخش رو ببینم و عرضم حضور شما که 22797 اینجا رعایت بشه. بریم نماد بعدی رو ببینیم که حالا تو 3 شاهد برای کندل بعد هم انتظار میره که کندل منفی رو شاهدش باشیم. شبندر رو با هم ببینیم. در معاملات شبندر امروز شاهد بازاری مثبت بودیم و کندل در 1/3 بالا بسته شده. میشه گفت که تقریبا حدوداً این قسمتی که حالا قیمت اومده و پا عوض کرده توی این ناحیه نگه داشته. یعنی اگر نگاه بکنیم ببینید توی این قسمت تو همین ناحیه تقریبا میشه گفت که پا عوض کرده و توی این مهد سوینگ هم که کشونده بالا و در مهد سوینگ هستیم. برای کندل بعد احتمال میدم کندل مثبتی رو در شبندر که لیدر پالایشیا هست ببینیم، اما بادیش میتونه کم باشه، میتونه سرعت کمتر بشه. درسته؟ میتونه سرعت کمتر بشه و یه حالتی به این صورت اتفاق بیفته، دوباره یه برگشت دیگه تو این سطح و بعد حالا حرکت خودش رو داشته باشه، یه مقدار بالاتر بکشونه و بعد حرکت، یک کارکشن عمیق و بعد حرکت رو به سمت بالا که مقدار لگ باشه و تا این سوینگ بخواد بزنه. یعنی 2 تا لگ رو اینجا باید ما ببینیم و اینجا برای خرید هم مناسب نیست. اگر بخوایم خریدی انجام بدیم بهتره که در قیمت‌های 27 411 به صورت لیمیت برداریم و حالا اگر هم درجا باشه که توی این قسمت اون داستانش فرق میکنه و بهتره که فعلا 26 686 اینجا عدد ضرر رعایت بشود. وب صادر رو با هم ببینیم که وضعیت وب صادر به چه صورت هستش در معاملات بانک صادرات. امروز ما شاهد بازاری میشه گفت که مثبت بودیم. تقریبا ببینید این محدود سطح رو داریم، این محدود سطح رو توی این قسمت داریم که فعلا کلوز بالاتر از این ناحیه نگه داشته شده، جاش هم فعلا جای بدی نیست و اینجا هم اگر بخوایم معاملات رو برداریم به نظر بنده به صورت لیمیت باز مناسب هست. یعنی تو قیمت های 31.99 مناسب خواهد بود که ولی با این شرایط که حد ضرر حتما زیر این محدود سوینگ با خلاص، یعنی تو قیمت 31.11 رعایت بشه. یعنی تقریبا یه چیزی هلوش میشه گفت که 3% حد ضرر رو داره. تارگتی که به ما نشون میده بخواد حرکت رو بزنه که احتمالش خیلی بالاست مقدار لگ باشه، یعنی این مقدار لگی هستش که پشت سر باشه به سمت بالا بکشونه و خدمت شما که عرض شود کندل بعد رو با احتمال بالا کندل در جایی میشه گفت که برای بانک صادرات متصور بود. زدش رو با هم ببینیم که وضعیت زدش به چه صورت هستش. در معاملات زدشت امروز ما شاهد بازاری عرضم حضور شما که منفی بودیم، البته ببخشید بازاری مثبت بودیم و میشه گفت که کندل در 1/3 میانی بسته شده. موردی که اینجا هست اینه که این حرکتی که توی این ناحیه اتفاق افتاده فوق العاده ضعیف بوده دوستان، فوق العاده ضعیف بوده توی صعود و احتمال این که یک برگشت دیگه توی این ناحیه اتفاق بیفته. بذارید من اینو بکشم توی این قسمت اگر این محدوده رو به ما نشون بده. اینجا تقریبا توی این قسمت ببینید یک برگشت دیگه ای توی این ناحیه اتفاق بیفته که همین مقدار لگ بشه مناسب خواهد بود برای خرید توی این نواحی. درسته؟ یعنی توی این قیمت‌های 31516 چون حرکتی که توی این ناحیه داشته فوق العاده ضعیف بوده و میشه گفت که میتونه توی این ناحیه حالا با یک
منفی که تو بازار اتفاق بیفته میتونه اینجا هم دوباره بکشونه توی این سطح و توی این سطح ما بخوایم ستاپ رو پیدا بکنیم و وارد معامله شیم. این محدوده سطح رو هم داریم که یه مقدار بکشونه بالاتر، در این محدوده بعد هم باز میشه ستاپ رو پیدا کرد، ولی اینجا برای خرید فعلا مناسب نیست که حد بهتره 29 137 اینجا رعایت بشه. بانک ملت رو با هم ببینیم که بانک ملت امروز چه کار کرد. در معاملات بانک ملت امروز ما شاهد بازاری عرضم حضور شما که در جا بودیم، مثبت خیلی ریزی هم داشتیم و میشه گفت که توی این قسمت ببینید این سطح رو ما داریم. تقریبا میشه گفت که حالا ریجکت قیمت توی این ناحیه اتفاق افتاده، ولی همین که درجا نگه داشته باز هم جای امیدواری هست که دوباره یه لگ رو به سمت بالا بکشه، مثل بانک صادرات که اومدیم نگاه کردیم. درسته؟ مثل بانک صادرات که اومدیم نگاه کردیم بخواد اینجا هم اتفاق بیفته. کندل بعد با احتمال بالا میتونه کندل درجایی باشه، ولی برای عزیزانی که نماد رو دارن بهتره که با یه خاصی کوچیک تو این قسمت 49 34 عدد ضرر رعایت بشه، چون اگه تو این ناحیه برگردونه تو این ناحیه ها یعنی تو 47 83 ارزم حضور شما تارگت اولش خواهد بود و زیاد جالب نیست، یعنی اینجوری بهتون بگم. و هفتگیش هم که مشخصه دیگه زیر سوینگ هستیم، فعلا واکنشش معنادار بوده توی این محدوده. باید دید که هفتگی کجا بسته میشه که احتمال میدم زیر این سطح، حالا احتمال خیلی قوی یا تو همین محدوده بسته بشه. با فشار فروشی که امروز اتفاق افتاد در بازار حالا باید دید که 60 چه کار خواهد کرد، چون تاثیرش خیلی زیاد هست و اکثرا حالا چشما روی 60 و خودرو و سایپا هستش. به هر حال میشه گفت که وضعیتی که داریم برای کندل بعد در بانک ملت میشه گفت که کندل درجایی شاهدش باشیم و زیر نظر داشته باشید. سبا رو با هم ببینیم. خب در معاملات سبا امروز ما شاهد بازاری منفی بودیم، واکنشش فوق‌العاده معنادار به این سطح و کندل خلاف کندل امروز هم در 1/3 پایین که برای کندل بعد هم انتظار میره که کندل منفی رو در معاملات سبا داشته باشیم. برای خرید مناسب نیست در این نماد و این پتانسیل رو داره که حتی خودش رو تا محدوده 72.95 بکشونه و با احتمال بالا برای کندل بعد در معاملات سبا انتظار میره که شاهد بازاری منفی باشیم. حالا میتونید مقداری از معامله رو توی این ناحیه زیر این کندل برای حد ضرر قرار بدید. معاملات بورس رو با هم ببینیم که وضعیت نماد بورس به چه صورت شده. در معاملات بورس اوراق بهادار تهران امروز شاهد بازاری مثبت بودیم و نکته‌ای که اینجا هست اینه که ما اگر این رو به صورت بدون تعدیل هم نگاه کنیم، خدمتتون عرض کردم برای چند شب گذشته گفتیم آقا این سطح رو داریم، این سطح قدرتش خیلی زیاد هست و برای میشه گفت که معامله فعلا مناسب نیست تا زمانی که زیر این سطح باشیم و اگر دوباره خیلی ضعیف برگشت بخوره به این سطح، یعنی تو قیمت 42,309 بعد اینجا طبق ستاپ میتونیم وارد معامله بشیم. ولی تا زمانی که میشه گفت که در محدوده این سطح هستیم، میشه گفت که هی داره ضعف نشون میده و شادو نشون میده و برگشت قیمت اتفاق میفته تو این سطح، ما خریدار نیستیم. و عزیزانی هم که این نماد رو دارن 41,688 اینجا حد ضرر رعایت بشه. میتونه کندل بعد هم کندل درجایی باشه. خب فرابورس رو با هم ببینیم. در معاملات فرابورس امروز ما شاهد بازاری مثبت بودیم. حالا کندل در 1/3 بالا بسته شده از محدوده این سطح، میشه گفت که پرتاب به سمت بالا بوده که توی این ناحیه هم حالا در تایم فریم پایین‌تر پول بک رو داشتیم
و میشه گفت که دوستان لطف کنن که روی کامرا نزنن و میشه گفت که برای کندل بعد هم انتظار میره که کندل مثبتی شاهد بازار مثبتی در فرابورس باشیم، ولی توی این ناحیه من فکر میکنم خیلی گیر داشته باشه، یعنی تو قیمت 56662. خب و لگ خیلی کوتاهش پر میشه، یعنی این لگی که اینجا داشتیم و برگشت اتفاق افتاد و دوباره توی این ناحیه داره میکشونه توی این قسمت پر بشه و یه کارکشن دوباره اینجا داشته باشیم. توی این کارکشنی که میزنه اینجا ما میتونیم حالا بهانه ورودمون رو باید پیدا بکنیم و خدمت شما که عرض شود بهتره که از اون که نماد رو دارن کندل به کندل جلو برن و 47842 اینجا حد ضرر رعایت بشه. به صورت لیمیت برای امروز هم مناسب بوده اینجا که اگر در چند فرم پایینتر یه مقدار پایینتر نگاه میکردیم اینجا بهانه خوبی رو داشتیم. ذوباهن اصفهان رو با هم ببینیم که ذوباهن اصفهان امروز چه کار کرده. در ذوباهن اصفهان امروز ما شاهد بازاری منفی بودیم. اگر من این رو به صورت خطی قرار بدم شما میبینید که اینجا چه اتفاقی افتاده. یعنی کلوزها رو ما نگاه بکنیم نتونسته این سوینگ رو در ذوباهن اصفهان ردش کنه. درسته؟ یعنی قیمت 49.77 رو نتونسته اینجا ردش کنه و دو بار هم اگر نگاه کنید اینجا وقتی که رسیده پس زده شده به سمت پایین. حالا اگر به صورت کندل نگاه بکنیم اینجا که میبینیم که حالا عرضم حضور شما شکستی که حالا توی این ناحیه بوده کاذب بوده و کندل امروز هم در 1/3 پایین اتفاق افتاده. احتمال اینکه کندل بعد در ذوباهن اصفهان منفی باشه خیلی زیاده و عرضم حضور شما برای معامله اینجا فعلا مناسب نیست. میتونه دوباره خودش رو تا قیمت 43 46 برسونه و توی این ناحیه ها حالا باز دوباره زیر نظر باید بگیریم که از نظر ضعف و قدرت بسنجیم ببینیم که آیا میتونه بهانه‌ای برای ورود داشته باشه یا نه. و خدمت شما که عرض شود از اون که در ضرر زیادی هستن بهتره که حد ضرر در قیمت 40-48 رعایت بشه. از اون که توی این نواحی خرید کردن صورت نوسانی حد ضرر زیر این کندل امروز حتما رعایت بشه. خب تلیسه رو با هم ببینیم که وضعیت تلیسه به چه صورت هستش. در معاملات تلیسه امروز ما شاهد بازاری میشه گفت که مثبت بودیم و کندل در 1/3 بالا بسته شده. حالا چی نمیدونم چرا این انقدر بزرگ زده توی این قسمت. افشای الف داشته این احتمالا. حالا دوستانی که خبر دارن این 23% مثبت خورده، درست دارم میبینم. البته نسبت به روز قبلش تقریبا حدود 35% بوده و خدمت شما که عرض شود افشای الف داشته. بله افشای الف داشته. زراعتی ها همه افشای الف داشتن. اوضاعشون خیلی خوب بوده، خوش به حالشون که اینجا میشه گفت که ناظر هم حالا تایید کرده احتمال خیلی بالا و این سوینگ رو داریم که تقریبا نزدیکش هم هستی. حالا من اینو یه مقدار پایین تر میکشونم تقریبا توی این ناحیه. ببینید توی این ناحیه رو داریم که تقریبا یه چیزی هلوش 10 تا 14% دیگه حرکت جا داره که به سمت بالا باشه، ولی بهتره که مقداری از معامله توی این ناحیه ها نقد بشود. حجم معامله بالا رفته و زیر این محدوده سطح تنش هستیم که اینجا حالا با اولین کندل خلافی که بخواد بزنه بهتره که مقداری از معامله نقد بشه و مابقی زیر این کندل یعنی در قیمت 66.20 اینجا رعایت بشه. برای خرید مناسب فعلا نیست. خب بریم سراغ لایو اینستاگرام.
دوستانی که در لایو اینستاگرام تشریف دارن و در استوری که قرار دادیم نمازشون رو قرار دادم با هم ببینیم. من اینجا باز کنم 60 تا رو با هم ببینیم. ببینیم که وضعیت 60 تا به چیز. خب در معاملات 60 تا امروز ما شاهد بازاری عرضم حضور شما که در جا بودیم. در بازگشایی ما چندین بار گفتیم آقا این ساعتی که اینجا داره، روزی که بازگشایی بود گفتیم این ساعت رو اینجا داره و تا زمانی که بالاتر از این ناحیه تثبیت نشه میشه گفت که میتونه قیمت رو به سمت پایین هلش بده و دو بار الان داریم میبینیم که امروز هم با شادو اینجا میشه گفت که شادو زده به این ناحیه. تو دیلی داریم نگاه میکنیم و روز قبلش هم با بادی توی این ناحیه بوده. پس این ناحیه خیلی مهمیه و این ور هم اگر نگاه کنید 1 و 2 و 3 و 4 بار تو محدوده، یعنی 3 و 200 تا 3 و 100 تقریبا این محدوده خیلی مهمیه براش و نتونسته فعلا رد کنه و احتمالاً برای کندل بعد در 60 ما شاهد بازاری عرضم حضور شما که منفی باشیم. یعنی میتونه این پتانسیل رو داره که منفی رو اینجا به ما نشون بده و حالا تارگت اولش تو 2900 بیفته، یعنی جایی که اوپن رو تو این قسمت به ما نشون بده. به هر حال بهتره که حد ضرر زیر این 2900 تقریبا تو 2870 اینجا حد ضرر فعلا رعایت بشه و برای خرید فعلا مناسب نیست. بریم نماد بعدی رو با هم ببینیم. نماد بعدی میتونه عرضم حضور خدمتتون که نماد بذارید من اینجا رو ببینم که نماد هکشتی رو با هم ببینیم. هکشتی رو اینجا در معاملات هکشتی امروز ما شاهد بازاری منفی بودیم. حرکتی که توی این ناحیه اتفاق افتاده مخصوصا در لگ دوم خیلی ضعیف بوده و در خود این گام هم اگر نگاه بکنیم باز هم ضعیف بوده حرکت. کندل امروز هم کندل منفی بوده. انتظار میره که برای کندل بعد هم مجددا ما شاهد بازار منفی باشیم و در هکشتی میتونه خدمتتون که عرض شود این سوینگی که حالا توی این ناحیه داریم یه برگشت توی این ناحیه اتفاق بیفته و این برگشتی که اینجا بخواد بزنه ضعیف باشه، یعنی دوباره حرکت رو به سمت پایین بکشونه توی این ناحیه. انتظار میره که ضعیف باشه و اگر چنین اتفاقی اینجا بیفته فوق العاده عالی خواهد بود و میتونیم زیر نظر بگیریم که توی این محدود سطح دوباره طبق ستاپ بخوایم وارد معامله بشیم. این پتانسیل داره که چنین حرکت رو بزنه. ببینید اینجا لگ وقتی که لگ پر شده اینجا دیگه کارکشن مقداری عمیق شده. پس اینو حواستون باشه حد ضرر زیر این سطح یعنی 22 258 اینجا حد ضرر رعایت بشه. نماد بعدی که بخوایم نگاه کنیم نماد بعدی فولاد مبارکه هست. با هم فولاد مبارکه رو ببینیم که در معاملات فولاد امروز چه اتفاقی افتاده. خب در معاملات فولاد امروز ما شاهد بازاری عرضم حضور شما که منفی بودیم. حالا توی این قسمت هم تقریبا میشه گفت که یه محدوده مهمی رو داریم. اگر توجه کنید یک سوینگی که توی این قسمت داشتیم و حرکتی که در لگ اینجا تغییر کرده. یعنی چی تغییر کرده؟ یعنی که
مثل گام پشت سر قفل صف نزده. درسته؟ پس اینو مد نظر داشته باشید که توی این ناحیه که حالا رسیده اینجا، پس محدوده مهمی بوده، قیمت مهمی بوده توی این ناحیه که اون رفتار معامله‌گر از این ناحیه تغییر پیدا کرد. خب کندل امروز هم که منفی بوده، مقدار تقریبا لگ هم پر شده بوده، انتظار میره که برای کندل بعد هم منفی رو داشته باشیم، اما تو محدوده 12985 اینجا سرعت کم بشه، و دوباره یه حمله به این سطح داشته باشیم که حالا توی این قسمتی که میخواد به سمت بالا بعد این کارکشن بکشونه میتونه مقداری ضعیف هم باشه و باید بالاخره زیر نظر داشته باشیم. و اگر هم یه مقدار عمیق‌تر بزنه توی این ناحیه کارکشنو که توی این سوینگ بکشونه، اینجاها دیگه میتونیم برای ستاپ حواسمون باشه که اینجا بخوایم طبق ستاپ بعد باش بریم. اینجاها جای خوبی هست، یعنی تو قیمت‌های 12433 و بهتره که فعلا حد ضرر در قیمت 12062 اینجا رعایت بشه و صبر در عرضم حضور شما که معاملات. نماد بعدی که بخوایم نگاه کنیم که بافق هستش. خب در معاملات کباف زیر نظر داشته باشید که میتونه بهانه ورود رو به ما بده. من اینجا اینو و عرضم حضور شما که کندل امروز هم منفی بوده، در محدوده تقریبا این سطح تنش هستیم. مجاز هست که تا قیمت 35762 هم بکشونه و عرضم حضورتون که این مقدار کارکشن رو میتونه توی این ناحیه داشته باشه، یه مقدار نظر ظرف زمانی جلوتر بکشونه بعد حرکتش رو داشته باشه. پس یه مقدار صبر بکنید ولی زیر نظر داشته باشید که عرضم حضور شما حالا به صورت لیمیت یا عمده فروشی هم میشه برداشت. من فکر میکنم حالا یه مقدار دقیق تر هم بذاریم تو قیمت تقریبا 35712 توی این ناحیه ها بکشونه و توی این قسمت ها به صورت لیمیت هم مجاز خواهیم بود، ولی با رعایت حد ضرر که حد ضرر تنگی اینجا داره 35218 میشه گفت که اینجا میشه تقریبا روش حساب کرد و طبق ستاپ های پرایس اکشن اینجا بعد بشه نقطه ورود گرفت و بخوایم وارد معامله بشیم. تمام این موارد رو ما در کلاس ها کامل توضیح خواهیم داد، ستاپ ها و ضعف و قدرت و روند و عرضم حضور شما نقطه ورود ها کامل توضیح خواهیم داد. وقت ما اینجا به پایان میرسه. ممنونم که وقت گذاشتید، به صورت آنلاین کنار ما بودید و انشالله که مفید قرار گرفته باشه. خدمت شما عزیزان مجددا خدمتتون عارض هستم که ثبت نام دوره پرایس اکشن در بورس ایران لینکش باز هست، دوره 20م که از طریق سایت tajerbourse.com میتونید از این لینک ثبت نام خودتون داشته باشید و مباحث فوق العاده مهمی و توضیح خواهیم داد در رابطه با پرایس اکشن که 0 تا 100 کامل پرایس اکشن رو توضیح خواهیم داد. ممنونم بابت پیام های شما عزیزان در زوم. و نکته بعدی که در رابطه با دوره هست اینه که میشه گفت که کد تخفیف تا 4 روز دیگه باز هست. کد تخفیف دوره میشه گفت که دوره 20 برای این دوره که با این کد تخفیف میتونید عرضم حضور شما 60,000 تومان تخفیف روی این قیمت بگیرید که شروع دوره هم از 14/9/99 خواهد بود، یعنی هفته دیگه عرضم حضور شما جمعه ساعت 21. ممنون بابت پیام های شما در زوم. انشالله که سالم و سلامت باشید. بیشتر از این من وقتتون رو نمیگیرم. شب دوستان بخیر و خدا نگهدار.